این دومین گروه از افغان‌های زندانی در ایران است که طی 2 سال گذشته از زندان‌های ایران به افغانستان انتقال داده می‌شوند. این روند بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1386 میان مقامات دو کشور صورت گرفته است انجام می‌یابد. امیرشاه امیرپور، یک از مسئولان ریاست مابس افغانستان، میگوید این افراد به اتهام انتقال مواد مخدر از سوی حکومت ایران بازداشت شده بودند. او گفت مقامات ایرانی این افراد را به حبس‌های طویل المدت و اعدام محکوم کرده بودند. تعداد 197 نفر اتباع افغانستان که در زندان‌های ایران مخصوصاً از استان بلوچستان و سیستان و استان خراسان رضوی ما انتقال دادیم. شما می‌بینید که به محبس هرات رسیدن و هر کدام از این زندانیان زمانهای طولانی را در زندانهای مختلف ایران سپری کرده بودند و حالا وارد زندان مرکزی ولایت هرات شدند. این افراد از حکومت افغانستان تقاضا دارند که قوانین نافذه افغانستان بالایشان تطبیق شود. خیلی افغانیان اعدام شدن، خیلی هم زیر حکم، خیلی کسان الان زیر حکم اعدام نشستن. انتظار امروز فردا میکشه که اعدام بشه. حالا اینجا ما آمدیم مثل خوبه داریم که وطن خود ما است. بعد خوشحالیم. ولی همین توقع هم داریم که ما 10 سال حبس کشیدیم. از دولت توقع داریم که به خاطر آزادی ما یک اقدام میکنن. خواجه عبدالحق احمدی، رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات، میگوید دوسیای این افراد از سوی یک هیئت باصلاحیت و بر اساس قوانین افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد. اینا خب محکوم علیه شناخته شدن، احکام محکم سر از اینا تطبیق شده. در برخی موارد که قوانین خارجی نسبت به قوانین داخلی ما شدیدتر باشه، امکان از این هست که بازی تعدیل بشه مطابق قوانین افغانستان سر از این اجازه تطبیق بشه. در همین حال حکومت افغانستان نیز 23 تن از اتباع ایرانی را که در زندان‌های افغانستان بازداشت شده بودند به مقامات ایرانی سپرده است. 2 سال قبل نیز مقامات ایرانی طی همین موافقتنامه 19 تن از زندانیان افغان را به شمول 14 زن به مقامات افغان تسلیم نمودند.